به نام حضرت یار. سلام، در این جلسه ما قصد داریم کار با هوش مصنوعی ادوبی فایرفلای رو آموزش بدیم. برای این کار در ابتدا وارد سایت firefly.adobe.com میشیم که این صفحه هستش. در این قسمت ساین این میکنیم. راحت ترین کار اینه که با اکانت گوگل بریم داخلش. البته باید این رو در نظر بگیرید که قبل از اینکه سایت رو باز کنید باید یا فیلتر شکن یا ابزار تغییر DNS مثل شکن یا تحریم شکن 403 رو فعال کنید تا سایت براتون بالا بیاد، چون داخل ایران هستیم سایت از طرف اونا برای ما بسته است و اجازه فعالیت نمیده. خب وارد شدیم. میبینید که اینجا نوشته 23 از 25 کردیت لفت، یعنی اینکه ما از 25 تا اعتباری که میتونیم در ماه داشته باشیم 23 تاش باقی مونده و 2 تاشو استفاده کردیم تا الان. هر ماه 25 تا ریست میشه و ماه بعد میتونیم دوباره 25 تا اعتبار جدید دریافت بکنیم. توی این قسمت یه سری پرامپت های دستورها نوشته خودش که برای تولید متن و عکس هستش. یه سری مثال هستش که میتونید حالا ببینید و همینجا هم میتونید پاک کنید و پرامپت خودتون رو بنویسید تا متنتون رو تبدیل به عکس بکنه. برای این کار میتونید هم فارسی هم انگلیسی استفاده بکنید. طبیعتا اگر انگلیسی بنویسید نتیجه دقیق‌تری داره و برای اینکه چیزی که میخواین رو بهتر به تصویر تبدیل کنه باید دقیق تمام اجزای توی تصویر رو شرح بدیم. اگر صفحه رو بیاریم پایین‌تر میبینید که 2 تا ابزار تکست و ایمیج داره که همین کاری هست که بالا انجام میده و جنریتیو فیل. ابتدا ما تکست و ایمیج رو باز میکنیم. بسیار خوب، محیطیه که ما پرامپت رو مینویسیم و در نهایت جنریت رو میزنیم. الان یک مثال برای شما انجام میدم تا مشاهده کنید. قبل از اینکه پرامپتمون رو بنویسیم توی این صفحه میتونیم مثالهای مختلف رو مشاهده بکنیم و هر کدوم رو اگه ماسو ببریم روش مینویسه که چه پرامپتی برای تولید این عکس دادیم. میتونید مثالها رو ببینید و ایده بگیرید ازشون که چه ریختی میتونید عکسهای دقیق‌تری رو درست بکنید. برمیگردیم بالا و مینویسیم برای دستور طراحی جلد یک مجله که در آن یک خودرو در کنار رودخانه پارک کرده است میبینیم که این صفحه میاد. 4 تا تصویر برای ما میاد که یکم زمان میبره. یه سری ابزارها سمت چپ داریم که ابزار اول نوع مدل رو انتخاب میکنه که فایرفلای ایمیج 3 جدیدترین مدلش هست که ما میتونیم از اون استفاده کنیم. نسبت طول به عرض تصویر هست که میتونیم اینجا تغییر بدیم و نسبت‌های مهم رو اینجا داریم در از 4 و 3 از 3 و 4 1 و 1 و 16 و 9. همین شکل میتونیم بیایم پایین‌تر سبک‌های مختلف رو اضافه بکنیم. پایین‌تر افکت‌های مختلف هستش، نوع نوردهی و رنگ و توناژ تصویر هستش. زاویه دوربین رو هم باز میتونیم اینجا با استفاده از این ابزارها ما تغییر بدیم که هر کدوم حالا بسته به کاربردی که نیاز داریم قابل استفاده است. از این 4 تا تصویری که به ما داده، چون گفتیم حالا طراحی جلد مجله سبک و سیاق تصویر به این شکل بوده، باز میکنیم. هر کدوم رو خواستیم میتونیم گزینه ادیت رو هم استفاده کنیم. ادیت رو بزنیم، دوباره یک سری ابزار در اختیار ما میده. جنریتیو فیل هستش که ما بهتون الان نشون میدیم. جنریت سیمیلار، میان شبیه به این عکس ها رو مثلا با همین سبک دوباره عکسای مثل این رو واسمون بساز و
میگه این استایل رو، این سبک رو به عنوان یه مرجع در نظر بگیر و عکسای بعدی رو با همین سبک بساز. میتونیم متن اضافه بکنیم، میتونیم شکل گرافیک اضافه بکنیم، یا برای استفاده از شبکه‌های اجتماعی و پستامون این عکس رو تغییر بدیم. حالا ما ابزار جنریتیو بیل رو بررسی میکنیم، میزنیم داخلش ببینیم چه امکاناتی رو به ما ارائه میده. تو این قسمت روی اینسرت هست، یه گزینه داریم ریموو و اکسپند هست، یه گزینه رو الان بررسی میکنیم. اینسرت ما میتونیم یک قسمت از تصویر رو بگیریم، مشخص بکنیم، مثلا در این قسمت این قسمت رو هم مشخص میکنم و اینجا دوباره یک پرامپت رو باید بنویسیم. من مینویسم که مثلا یک خانه، یک کلبه. جنریت رو میزنم. میبینیم که 3 تا گزینه برای ما ایجاد کردش و 3 تا کلبه مختلف به اون قسمت اضافه کرد. هر چیزی ما بخوایم به تصویر اضافه کنیم از این گزینه اینسرت استفاده میکنیم و این کلبه رو مشاهده میکنیم. اگر بخوایم کلبه های بیشتری اضافه بکنیم و مدل مختلفی مور رو میتونیم بزنیم و میبینیم که کلبه های متفاوت تری رو تحویل میده. حالا ما کیپ رو میزنیم که این کلبه رو برامون نگه داره. این رو ابزار ریموو و میخوایم این بوته رو حذف بکنیم، انتخابش میکنیم و ریموو رو میزنیم. دوباره ثبت میکنیم تا کار رو انجام بده. بسیار خوب، میبینیم که با 3 طرح مختلف انجام داده و اون بوته حذف شده. ابزار بعدی ابزار اکسپنده. البته میگه که میخوایم این تغییر رو نگه داری یا نه. ما این تغییر رو نگه میداریم و میریم رو ابزار اکسپند. ما میتونیم از هر طرف این شکل رو گسترش بدیم. حالا سایز تصویر رو ما میتونیم اینجا انتخاب بکنیم، مثلا بزنیم 16:9 یا هر سایز دیگه که بخوایم، آزاد هستیم. ما اینجا این قسمت ها رو اضافه کردیم و حالا باید دوباره یک پرامپت بنویسیم که در این قسمت ها چی قرار بده. بنویسیم یک میز کار و تعدادی خودکار. میبینیم که الان میز نتونسته خوبی ایجاد بکنه که این تصویر یک میز گذاشت داره با تعداد خودکار و این تصویر هم همین شکلی. هر کدوم رو بخوایم ما میتونیم نگه داریم یا اینکه کنسل رو بزنیم و برگردیم به حالت قبل. تو صفحه اصلی ادوبی فلای همونطور که دیدید تکست ایمیج رو که امتحان کردیم، جنریتیو بیل رو هم امتحان کردیم برای عکسی که با تکست ایمیج ساخته شده بود. میشه جداگونه رفتش این ابزار رو استفاده کرد و هر تصویری که دلمون میخواد رو آپلود بکنیم. تصویری که از قبل روی سیستممون هستش، لزوما نه تصویری که با هوش مصنوعی ساخته شده. به عنوان مثال این تصویر رو باز میکنیم و دوباره همون ابزار اینسرت، ریموو و اکسپند رو داریم و میتونیم تصویرمون رو هر جور که دلمون میخواد ادیت بکنیم. مثلا الان میتونیم بنویسیم که یک تمساح در رودخانه. این تصویری که ما داده و غالبا بهترینش هم تصویر است دیگه. یک تمساح رو به رودخانه اضافه کرده همونطور که ما توی پرامپتمون ازش خواسته بودیم. خب به ازای هر کدوم از این تغییراتی که ما ایجاد میکنیم، تصویری که تولید میکنیم از اعتبارمون کم میشه و الان شده 16 تا از 25 تا. قبلا 23 تا بود، یعنی 5 تا تغییر 5 تا تصویر تولید کردیم که حالا 18 تا هم باقی مونده. برمیگردیم به صفحه اصلی. خب پرامپت بعدیمون یک عکس از شهر برج‌جنبوری تهران در زمان غروب خورشید با جزئیات واقعی گرایانه. ببینیم بهمون چی تحویل میده.
این تصاویری است که سعی کرده از تهران مثلا تولید بکنه. یه تغییر ما که ثبت میدیم تغییر زیادی نگردش. میتونیم از استایل ها اینجا هم استفاده بکنیم. مثلا این استایل رو انتخاب میکنیم و این که به کلی تصویر عوض شدش. در کل نکات پرامپت نویسیش با بینگ ایمیج کریتور هیچ فرقی نداره و تمام ابزارهای تکست ایمیج تقریبا یک مدل پرامپت رو میشه استفاده کردش و اون بستگی به دقت چیزی که شما وارد میکنین و جزئیاتی که توصیف میکنین داره. خیلی ممنون از توجهتون.